در تاجیکستان و گفته نه عامله ها نه آدیندارها جهاد فرسیده است و یک دم لوی افغانستان هم همین بگیم که همین گپا را خیسته است گفته است که در تاجیکستان جهاد فرسیده است، باید در تاجیکستان جهاد کنند. خلاص برای شخصا من که مخالفی دمی شاید امام علی مرا در لبای پوراد بپرونم با تپه بکشم نه بسته است. امام علی هموطنی ما در تاجیکستان تولد شده است. پاتینکه امام علی را از دیگران ما بالاتر میدونم، برای که دیگر هستی این خدی است. برای همون جهاد میکنی نمیدونم چی کاری میکنی در همون وطن ختم بکنی. وای کشور ما این مشکلی ماست، هر چی هست نیست لیش نه برای ما امام علی از شما بالاتر است. برای همون بگیم که این مسئله تون پیش خودتون بمونید. مردم جنگ دعوت میکنیم یا مردم یارق میتیم یا مردم یک کار دیگه میکنیم. من برای شما یک چیز میگم، همین اگر کارتون عملی شه همین کار سر همین ملت عملی کنین، همین کار اگر شه من براتون یک وعده میتم که کلا دین اسلام در تاجیکستان من میکنم. یک جنگ دیگه شه اگر همین جنگ دینی شه و بدونیم که دیگر در تاجیکستان پول مسجد پچتای بین میبرن، پول بدینی را قبول میکنن، دینی زردشتی را قبول میکنن و بگیم که سرتون میکنن طرف کدومیت بسم الله گفتی کو حالت بد میشه. همین روز دم اومد همون مسئله همون شما بودین که همین روز آوردین تاجیکستان را رسوندین همون انسان که امروز من بازم میگم که ما با تمامی هستیم، با تمامی هستیم. تو هستم لوبوی انسان لوبوی عقیده قتی فرق نداره، یعنی هر انسان کدام عقیده قتی نیویا یراق قتی بالای وطنی ما میویا ما یراق قتی زیدش میستم. فرق نداره عقیده دینی باشه، دنیوی باشه، بودیستی باشه، نمیدونم چه عقیده را اگر آوردنی باشه یراق قتی بیاره بالای سری مردم من یراق قتی زیدش میستم. بین امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رجالای هستند، مردهای هستند که برای این امت به یگان فکر به یگان چیز تیار هستند که جانشون بدهند. وقتی که با ملت من به یگان ملت دیگه در کار نیست که جانش برای ملت من بدهه. من ملت نگفتم، من مسلمان نگفتم، این فکر شخصی شما. اما من من برای گوش که عبدالرحمن برای تو برای من یگان کسی یگان جو دیگه کشتنی نمیرم خدمت یگان جو من نکشم شخصی من برای وطن خود میرم، برای وطن ما هیچ کنه یا وطن ما دا وابشه یگان نه ابو نه مابو نه نه یگان کس نه یا وطن ما. این فکر شخصی شما. ما هم چون شهروند جمهوری تاجیکستان هم چون یک توجی من ندارم، لیکن من یگان کس دعوت نمیکنم، دعوت نکنم، نه گروه بسیار دعوت میکنه، نه پیمان ملی، نه حزب نهضت اسلامی، نه یگان کس نه یگان ملت دیگر رو دعوت نمیکنه. در کانال من یگان مسلمان دنیا برای ما مهم نیست گپش. من تاجیک مسلمانی خودم در وطن خودم گپ مهمه. یگان مسلمان نه یه در وطن مخچ نکشه لازم نیست وابشه در وطن راجون شبکیه. در مدت 1400 در مدت 1000 دولت میلیون سال در کار نداره یگان کس نه یه وطن ما خچ نکشه در کار نیست. هیچ که با وطن امام علی همون اعلام میکنن در کار شوا. بنابراین ما میگیم باید حالتی که ارزش‌های ملی حکومت کند در اولویت قرار داشته باشد همین را حفظ کردن در کار. اینجا تاجیکستان است، زبان تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، تاریخ تاجیکان، ارزش‌های تاجیکان اول است. برای همین پرزیدنت گفت من اول تاجیک بعد اون مسلمان، این تو بعد تاجیک کمونیست، این سوسیالیست، این نمیدونم چی، لیکن هممون اول باید تاجیک باشه. من پیش از همه تاجیک هستم. یعنی در توازن ارزش‌ها شما که باید احساس کنید که من اول تاجیکم، من خیلی غرور دارم، من خیلی فرهنگ دارم، من او دفعه گفته بودم که من بچه جایران نیستم میگم، یعنی که ما ملت به اصل و نسب نیستم، من او فرزند فارابی و سینا و رودکی و فردوسی. ولی تو به من یاد میدی که اسلام اخلاص و اخلاص تمام جهان من اسلام یاد دادم. یا آدمی گفتی که تو مغلی روسیات من اسلام فهموندی، من تاجیکم، تو یا مغلی تو چی من اسلام فهموندی است؟ امروز شما از چیزی خبر نداریم بعد میگین ستر حجاب ممنوع کردن. ستر حجاب شما میگین که ما میگین ستر حجاب نیست. ستر حجاب کلمه عربیه. ستر حجاب به معنای ستر یک پرده پوشاندن، یک ستر یک عیب پوشاندن که خداوند ستر عیب میپوشونه، مثلا یک عیب پوشاندن. شما دیگه سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خودش داره، همین قرغیز لباس خودش داره، یا بگیم عرب لباس خودش داره، ترکمن لباس خودش داره، ما هم لباس خودمون داریم. تاجیکستان با پیش كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سبحان الله. این آیت بیناد آیت بزرگ است. الله میگه به تحقیق ابراهیم و آن کسانی که با همراهی ابراهیم ایمان آورده اند برای شما ای مسلمان ها اینها یک نمونه حسنه خوبی هستند. زمانی که ابراهیم و همراهان ابراهیم گفتند ما بیزار هستیم، بری هستیم از شما ای مشرکان و از آن چیزی که شما می پرستید بغیر الله، ما به شما کفر ورزیدیم و بین ما و شما دشمنی و عداوت و بغض ابدالابد باقی خواهد ماند تا همان زمانی که به الله یگانه به الله ایمان بیاورید. برشب در یک صحبت گفتید که خودتان مخالف آمدن هر گونه نظام دینی به قدرت هستید اسلامی، چون تاریخ نشان داد که به جای نرسیدند. چرا پس مثلا از حزب کلمه اسلامی را نبرداشتید و با نام مناسبی که هدف اصلی شما را انعکاس می‌کرد در تاجیکستان فعالیت نکردید؟ این سوال خیلی خوب است، ولی واقعا من به این نظر هستم و اکثر رهبریت حزب هم به این نظر هستند که در یک حکومت تئوکراتی یا حکومت با نام اله یا از نام خدا به نفع ملت و کشور نیست و ما مناسبترین ساخت جمعیتی و ساخت دولتواری در تاجیکستان را کشور دموکراتی، حقوق‌بنیاد و دنیوی می‌دانیم. البته دنیوی با مفهوم غربی آن، نه به اون شکلی که در تاجیکستان را میخواهند عملی کنند. اما چرا ما نام نهضت، نام اسلام را از کلمه حزب یا از نام حزب برنداشتیم؟ چون یک زمینه تاریخی دارد. میسازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی. الله اکبر الله اکبر. گفته ایستادن که تاجیک بودن پیش از مسلمان بودن است. مقصد اینها همین است. ملیگرایی، ملت پرستی، ملت تاجیکیت پیش از اسلام است و انا همین سخن را ما 5 سال یا 6 سال قبل در درس های کفر بر طاغوتمان به شما شرح داده بودیم که یکی از نمود طاغوت این ملیگرایی هست، ملتگرایی هست، ملت پرستی است، تعصب کردن در ملت است، ملت را از دین بلند گرفتن است، به زیر قرآن و سنت تن ندادن، سر فرود نآوردن، اطاعت نکردن، اطاعت کردن ملت را از اطاعت کردن الله و رسول پیش گرفتن، متابعت و پیروی ملت و قانونهای ملت، خواسته های ملت را از خواسته های قرآن و سنت پیش گرفتن. او چیزی که شما میخواهید نشدنی است. او چیزی که شما میخواهید ناممکن است. هر کسی که مسلمان است باید بداند ملت را پیش از اسلام گرفتن این طاغوت پرست شدن است. ملت را پیش از اسلام گرفتن این کافر شدن است. ملت را پیش از اسلام دانستن این انکار کردن قرآن و سنت است. ملت را پیش از اسلام گرفتن این ملیگرایی، ملت پرستی، وطنگرایی است و این کفر صریح و اکبر است. پیش از همه این بندگی الله است. پیش از همه بنده بودن به الله است و الله هم به خاطر همین مرو تو را خلق کرده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من شما را ای انسان ها جن ها خلق نکردم، انسان و جن ها خلق نشدن مگرم به خاطر یکتا پرستی، ایوحدون، به خاطر اینکه توحید را تطبیق بکنند، موحد باشند، یکتا پرست باشند. الله تو را خلق کرده، الله به تو حیات داده، رزق میدهد و این ملتی که به تو آمده این به اختیار تو نبوده بلکه الله داده. رب تو الله است، معبود تو الله است. تو باید او را عبادت و به او اطاعت و به قانون او حکم بکنی. در غیر این حالت
در حالت کفر شرک هستیم. الله نگفته که ما شما را به قبیله ها و شعوب ها و ملت ها جدا کردیم تا که هر یک کس به ملت خود بنازد. این چنین نگفته، بلکه گفته که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را شعبه ها، قبیله ها، قوم ها قرار دادیم تا که به همدیگر را شناسید، زندگی برای شما زیباتر باشد. نه اینکه یک قومی از قوم دیگری بلند است. این چنین نیست. الله میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد شما بهترین شما به تقواترین شما موحد شما است. نه تاجیک، نه عرب، نه روس، نه انگلیس. یگان ملت در نزد الله سبحانه و تعالی از همدیگری فرق ندارد، بالا نه، بجز این که افراد، انسانها در نزد الله به تقوا بالاترین و بهترین و افضلترین است. هر کسی تقوا کرد بهترین شد. بلال حبشی که تا اسلام آوردنش غلام نامیده میشد، خدمتگاری قریشی ها بود، اسلام آورد، همین غلام بهترین شد. صدای پای او را رسول الله در جنت دیدند. مؤذن رسول الله، افضلترین انسان، یکی از صحابگان بزرگ، یکی از افضلترین ها شد. تا امروز 1450 و 1000 زیادتر از این ما او را رضی الله عنه میگوییم. اما همون ابو جهل، همون دیگر از عتبه و شیبه، همون ابو لهب و ابو طالبه که خود را بهترین قریش میگرفتند، در دین شرکیشان وفات کردند و به جهنم رفتند. پس انا این است دین ما که فرق تنها به توحید است، فرق تنها به تقوا است که اصل تقوا توحید است. به توحید تقوای تو تقوا نیست. پس مردم مسلمان تاجیک، برادران مسلمانم و خواهران مسلمانم، در این موضوع با دقت باشید. در موضوع ملیگرایی، انکار ملتگرایی، انکار ملی پرستی سخت باشید که امروز طاغوت ها در بین این مردم و بخصوص فارس و بخصوص تاجیکستان ملیگرایی را دارد میجوشاند، منتشر میکند، زیرا که میخواهد با همین راه ملیگرایی مردم را ضد قرآن و سنت بکند. ضد قرآن و سنت به واسطه ملیگرایی. اما الحمدلله مسلمان ها هوشیارند، موحدین هوشیارند، طاغوت را فرق کردند و شناختند و ملیگرایی یکی از طاغوت پرستی است. ملیگرا نباش ای جوان، ملتگرا نباش. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. انما المؤمنون اخوه، همانه که مؤمنان برادر همدیگر هستند. انا این است مسلمانی. بارک الله فیکم. اما این ملیگراها طاغوت پرستانند، افراد جاهل را به شبهات ملیگرایی روز به روز انداخته ایستادند و اینها یک اسلام دیگری را جور کردند. نامش اسلام است. پیامبر را بله گفتند پیامبر است، قرآن را قرآن است، ولی گفتند که در اسلام اینها ملیگراها پیش از اسلام، پیش از قرآن، پیش از سنت، پیش از الله و رسول تاجیک بودن پیش می ایستد. کفر صریح و کفر اکبر است. گویندهش کافر است، شکی نیست، طاغوت پرست است. و در نزد دین اینها، در دین ساخته اینها حجاب نیست، ریش نیست، نماز نیست، اذان نیست، حرام کرده های الله حرام نیست، امر کرده های الله وجود ندارد. این دین ساخته این طاغوت های دینی زمانه است. کفرنا بکم، کفرنا بکم، کفرنا بکم، ما کفر ورزیدیم به شما و به این بازی های شما و به این طاغوت پرستی و ملیگرایی شما. ما کفر ورزیدیم. دین ما توحید است، دین ما یکتا پرستی است، دین ما همون اسلام است که تسلیم شدن به توحید، پایبند شدن به امرهای الله سبحانه و تعالی و رسولش و براءت از شرک و از مشرکین است. هر کسی در این نیست مسلمان نیست.